دوستان عزیز، چون انعنا قبل از شروع رقابت سرودهای ملی هر دو کشور صدا می‌دهد، ما نیز همچون رمز احترام به سرودهای ملی هر دو کشور یعنی هم نپال و هم افغانستان گوش می‌دهیم. بعداً گزارش مستقیم خود را ادامه خواهیم داد. And now, the national anthem of Afghanistan. در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه یک قطار مخلصان و هواداران منتخب فوتبال افغانستان حضور دارند و این منتخب رو در جریان رقابت دستگیری خواهند کرد، چون که در تاجیکستان شماره زیادی ساکنان کشور افغانستان قرار دارند و البته در این ورزشگاه حضوری آنها را دیدن نیز ممکن است. خوب، بیایید بینندگان عزیز، در آغاز رقابت به حیات‌های هر دو دسته شناس می‌شویم و نخست شده از فوتبال بازان نپال معرفی بازیگران را شروع خواهیم کرد، چون که بازیگران این تیم در رقابت امروزه میزبانی نمینالی محسوب می‌شوند. خوب، دروازه‌بان این دسته رقم 16 کیران کومار لیمبو، دفاعگران این دسته رقم 13 ابیشک لیمبو، رقم 32 روهیت چند، رقم 6 چیرینگ لاما و رقم 2 سانیش شریشتا. نیم حمایتگران منتخب نپال رقم 23 مانی لاما، رقم 11 اوتساف رای، رقم 21 مانیش دنگی و رقم 19 ایوش غالند و حملهگران این دسته را رقم 7 جنگ کارکی و رقم 14 انجان 20 تشکیل می‌دهند. سرمربی منتخب نپال نبین نویپنی به حساب می‌رود و فوتبال بازان نپال در رقابت امروزه با طرح جایگذاری 4-4-2 بازی می‌کنند. خوب، هیئت دسته افغانستان رقم 1 دروازه‌بان اویس عزیزی، دفاعگران این دسته رقم 3 محبوب حنیفی، رقم 4 هارون امیری که همزمان کاپیتان دسته است، بعداً رقم 21 شریف محمد و رقم 6 حبیب الله اسکر.
نیم حمایتگران این دسته را رقم 11 اسکندری توفی، رقم 7 مظفر احدی، رقم 9 بلال آرزو و رقم 8 رحمت اکبری تشکیل می‌دهند. حمله‌گران منتخب افغانستان را رقم 14 ذوالفقار نظری و رقم 18 امید موسوی به حساب می‌روند. سرمربی منتخب افغانستان متخصص از کشور ازبکستان عثمان توشف است و رقابت امروزه را هیئت داوران از تاجیکستان حکمی میکنند. به حیث داور اساسی سیاجان زین‌الدینov تعیین گردیده است. به او از کنارها خسروی صدیقزاد و فرهاد کورالف کمک میکنند. به حیث داور چهارم باشد عبدالله دولتف تعیین گردیده است. در رقابت امروزه فوتبال بازان منتخب نپال با پیراهن‌های عنعنوی رنگش کبود بازی میکنند و فوتبال بازان منتخب افغانستان باشد با پیراهن‌های رنگش سفید بر مقابل نپال رقابت خواهند کرد. طور در آغاز گزارش نیز قید کردم این اولین مراتب است که منتخب‌های نپال و افغانستان در روبروی هم قرار می‌گیرند و این بازی در دایره یک رقابت دوستانه برگزار خواهد شد. مقصد از برگزار نمودن چنین رقابت‌های دوستانه این آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2027 روانه گردیده است و طور قید کردیم لکه نپال در تاجیکستان یک رقابت دوستانه را انجام داد و با شکست بزرگ روبرو گردید. روز 13 نوامبر فوتبال بازان نپال از منتخب تاجیکستان با حساب 4-0 شکست خورده بودند. این هم عثمان توشف است، متخصصی که همکنون رهبری دسته افغانستان را بر ذمه خویش گرفته است. ناگفته نماند که عثمان توشف یک زمانی است در منتخب تاجیکستان کار و فعالیت داشت. اینجا فوتبال بازان منتخب نپال به خط حمله می‌روند. طریق کناری راست هجوم فوتبال بازان این تیم جریان می‌گیرد. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. این حالت از جانب دفاعگران منتخب افغانستان برطرف کرده شد و همکنون با سرعت بلند فوتبال بازان افغانستان خواستند که به حمله روند. اونجا که فوتبال بازان نپال به رفت هجومی بازیگران این تیم خلل رساندند. در بازی اول دوستانه از سمت منتخب تاجیکستان به دروازه نپال فوتبال بازان دسته استقلال به زدن گل دست یافتند و پیروزی منتخب ما را در آن بازی تامین نمودند. شروانی ماباچوف و علیشیر جلیلوف در بازی دوستانه توانستند که به دروازه نپال به زدن 2 گلی دست یابند. و همکنون فوتبال بازان نپال امروز با منتخب افغانستان بازی دوم دوستانه خود را در شهر دوشنبه انجام خواهند داد. دیگر باره فوتبال بازان نپال به خط حمله می روند. طریق کناری راست این هجوم جریان می گیرد. ایوش غلان بازیگزاری بسیار هم خوب با اشتراک فوتبال بازان نپال و ضربه هم زده شد، اما این ضربه برای دروازه‌بان افغانستان اویس عزیزی یگان خلل ایجاد کرده نتوانست. از آغاز رقابت فوتبال بازان دسته نپال میخواهند که در خط حمله فعالی خویش را اینجا نشان بدهند. چند پیش ضربه هم زده شد. این ضربه نه چندان قوی بود که از جانب فوتبال بازی شماره 7 منتخب نپال جنگ کارکی انجام داده شد. متخصص ازبک عثمان توشف این بازی اولین است که به حیث راهبری منتخب سرمربی منتخب افغانستان رقابت‌های خود را انجام می‌دهد. دسته یک ماه زیادتر به حیث این سرمربی منتخب افغانستان تعیین گردید و در یک فرصت و فاصله کوتاه عثمان توشف توانست که یک هیئت را به منتخب افغانستان دعوت کند. یک قاعده بازی ویران گردید بر مقابل فوتبال بازی شماره 11 منتخب افغانستان. توفی اسکندری بیاید به این حالت توجه میکنیم. صدای شتکی داور نیز بلند گردید.
ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه و همین طریق فوتبالباز نپال مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. این نخستین ضربه کنجی در رقابت امروزه خواهد بود. بیت بار دیگر به این حالت توجه میکنیم. ارسالی نه چندان خوب بود به داخل جریمه‌گاه و اینجا فوتبالباز نپال نیز اندکی سراسیمه هم شد. توانست که خوبتر توپ را قبول کرده بعدا حالت را برطرف کند. توپ از میدان بیرون گردید و داور کناری اشاره دارد که اوت به فایده بازیگران نپال است. آخرین مراتب منتخب فوتبال افغانستان 11 ایون سال جاری رقابت خیش را انجام داده بود که اونجا فوتبالبازان افغانستان بر مقابل کویت در سفر بازی کرده با حساب 1-0 شکست خوردند. اون رقابت در دایره مرحله انتخابی جام جهان 2026 روانه گردید و افغانستان نزدیک بود که به مرحله سوم انتخابی جام جهان در قاره آسیا راه یابد. ولی فوتبالبازان افغانستان در گروه ای مرحله دوم انتخابی قاره آسیا در جدول عمومی زینه سوم را صاحب گردیدند. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه اینجا اولین شده فوتبالبازان نپال به توپ رسیدند و توانستند که این حالت را برطرف کنند. منتخب فوتبال افغانستان در مرحله انتخابی جام جهان 2026 در گروه ا با تیم‌های قطر، کویت و هندوستان در یک گروه قرار داشت و از نتیجه 6 رقابت افغانستان صاحب 5 امتیاز شده در گروه ا زینه سوم را صاحب گردیده بود. از زینه اول گروه ا قطر با 16 امتیاز به مرحله سوم راه یافت. کویت نیز با 7 امتیاز از زینه دوم توانست که به مرحله سوم انتخابی جام جهان 2026 راه یابد و افغانستان باشد با 5 خال در زینه سوم قرار گرفت و هندوستان باشد با 5 خال در مقام چهارم. اینجا حالت نوبازی به قید گرفته می شود. حملهگر منتخب افغانستان در همین حالت اندکی از دفاعگری نپال پیشتر قرار داشت و این چیز رو داور کناری خسروی صدیقزاد به خوبی درک کرد و سر وقت بیرقچه خود رو بالا کرد. منتخب افغانستان رو در بازی های مرحله انتخابی جام جهان 2026 متخصص از کشور پرتغالیا روبن بنتو راهبری میکرد و این متخصص بعد از آن که منتخب افغانستان نتوانست که به مرحله سوم انتخابی جام جهان 2026 را خط بگیرد از مقامش سبکدو شد. ارسال دیگر برای توپ به داخل جریمه‌گاه ضربه هم زده شد و اینجا ضربه زده فوتبالباز افغانستان پهلوتر از دروازه میدان را ترک نمود. رحمت اکبری امکانیت خوبی گلزنی داشت. به این حالت توجه میکنیم. توپ رو من نکرده رحمت اکبری دروازه منتخب نپال رو نشان گرفت ولی ضربه زده رحمت اکبری از پهلوی دروازه میدان رو ترک نمود. وضعیت خوبی گلزنی بود و فوتبالبازان افغانستان میتوانستند که در دقیقه 9 رقابت در حساب پیشرفت گردند.
اگر ما به هیئت‌های منتخب‌های نپال و افغانستان توجه کنیم، منتخب افغانستان از لحاظ هیئت و از لحاظ موقع‌گیری در فهرست فیفا از منتخب نپال برتری دارد. اینجا یک هجوم دیگر با اشتراک فوتبالبازان نپال سازمان داده شد. طور دیدیم به نتیجه این هجوم به پایان رسید. باز هم جونگ کارکی فوتبالباز شماره 7 نپال خواست که دروازه افغانستان را رخنه کند، ولی ضربه زده او را دروازه‌بان منتخب افغانستان اویس عزیزی برطرف نمود. بعد از انجام این رقابت منتخب افغانستان یک بازی دوستانه دیگر دارد. شاگردان عثمان تاشف روز 19 اکتبر با منتخب تاجیکستان رقابت میکنند و آن بازی نیز در دایره یک بازی رفیقانه صورت میگیرد. یادآور میشویم که این همه بازی های دوستانه جهت آمادگی به مرحله انتخابی جام آسیا 2027 روانه گردیده است. همدیگر فهمی خوبه با اشتراک فوتبالبازان افغانستان دیده نشد. در رقابت امروزه هر دو دسته با طرح جایگذاری 4-4-2 رقابت کرده ایستادند. قاعده بازی ویران گردید. سیاد جان زین‌الدینف داور مرکز، رفتی و خوری رو من نمود. فوتبالبازان افغانستان فشار می‌آورند. حرکت ما با اشتراک بازیگران این دسته چند وضعیت خطرناک رو نیز در داخل جریمه‌گاه نپال دیدیم. چند دقیقه پیشتر رحمت اکبری یک ضربه خوب رو جانبی دروازه حریف روان کرد که قریب بود به گل انجام یافت. در مرکز میدان فوتبالبازان نپال کوششی به خط حمله رفتن را میکنند. منتخب نپال در بازی اول دوستانه بر مقابل تاجیکستان عموما که رقابت خوب را نشان دادن نمیتوانست و در آن بازی شاگردان گلا شکلاتزه توانستند که با حساب بزرگی 4-0 نپال را شکست بدهند. اینجا ارسال خوب بود به داخل جریمه‌گاه، ولی حمله‌گری دسته نپال سر وقت به توپ رسیده نتوانست. باز هم از جانب کارگردان سرمربی منتخب افغانستان عثمان تاشف به ما نشان داده می شود. عثمان تاشف متخصص ازبک طور در مصاحبه قبل از بازی با همکاران ما ابراز اندیشه کرد و گفت که ما 3 روز تمرین های دسته جمعی با منتخب افغانستان را انجام دادیم. بازیگران این دسته از دسته های خود توانستند که به منتخب بپیوندند. یادآور میشویم که در هیئت منتخب افغانستان اکثر بازیگران این تیم را فوتبالبازان تشکیل میدهند که در تیم های اروپایی بازی میکنند. برای مثال دروازه‌بان افغانستان اویس عزیزی در تیم خیلیارد کشوری دانیا بازی میکند. دفاعگر منتخب افغانستان باشد حبیب الله اسکر در تیم آتویدبرگ کشور شویتسیا است. بعدا یک قطار بازیگران دیگر افغانستان در کشورهای کانادا، آلمان، بعدا استرالیا و نروژ هنرنمایی میکنند.
همزمان باید قید کرد که اکثر فوتبالبازان منتخب افغانستان تربیت گیرنده مکتب های فوتبالی اروپایی هستند. در چند دقیقه آخر است که نپال فشار می آورد. ارسال توپ به داخل جریمه گاه بود که باز هم به نتیجه انجام یافت. اویس عزیزی اولین شده از موقع خود بیرون آمد و بدون مشکلی توانست که توپ را صاحب گردد. این زمان منتخب نپال در فهرست جدید فیفا زینه 178 رو صاحب است. منتخب افغانستان باشد در ریاست فیفا، یعنی فدراسیون های فوتبال که عضو فیفا هستند، مقام 151 رو کسب میکنند. نپال در قیاس با افغانستان 37 زینه در فهرست فیفا پایان‌تر قرار دارد. دیگر بار فوتبالبازان افغانستان با خط حمله میروند. ارسال شریف محمد با کنار چپ میدان بود. اسکندری ارسالی او به داخل جریمه گاه. سدگذاری از جانب دفاعگران نپال. نیم حمایتگری این تیم مجبور شد که توپ را زده از میدان بیرون کند. قاعده بازی ویران نگردیده است. ارسال توپ به داخل جریمه گاه، امکانیت بسیار هم خوب. قاعده بازی ویران نشده است. توف اسکندری اینجا یک فوتبال بازی دسته نپال اوسه برداشته است و سید جان زین‌الدینف رفت رقابت را منع کرد و حتی به یاری طبیبان نیز نیاز دارد. بعد یک برخورد جدی در داخل جریمه گاه نپال، فوتبال بازی این دسته از بینی خش اوسه برداشت و هم اکنون ستاد دختران منتخب نپال با او یاری اولی تیبی را نیز میرساند. در بازی اولی دوستانه که بر مقابل تاجیکستان برگزار شده بود، یک فوتبال بازی منتخب نپال در قسمت اول اوسه برداشته بود و میدان را ترک نموده بود و امروز نیز نزدیک است که یک بازیگر منتخب نپال با سبب جراحت برداشتن میدان را ترک کند. لحظه های تکراری این حالت پیشنهاد ما و شما میگردد. اینجا قاعده بازی واقعا هم ویران شد یا اینکه نه، ولی از این زاویه هایی که حالتی مذکور پیشنهاد ما و شما گردید چندان عیان نیست و در این مورد قرار برآوردن نیز از روی وجدان نیست. فوتبال بازی شماره 6 منتخب نپال لاماچرینگ اوسه برداشته است و تا کنون او از جانب طبیبان دسته نپال یاری اولیه تیبی را میگیرد و این هم مخلصان و هواداران منتخب فوتبال افغانستان که در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه قرار دارند و برای دستگیری دسته خش به ورزشگاه تشریف آوردند. خوب بینندگان عزیز، ادامه می‌یابد رقابت منتخب های نپال و افغانستان و الکی تقریبا 20 دقیقه از این واخوری پشتی سر گردید و تا کنون حساب مساوی 0-0 است. ارسال دیگر برای توپ با داخل جریمه گاه ضربه هم زده شد و اینجا
футболбозони منتخب افغانستان از داور مرکز طلب دارند که باید پنالتی تعیین کرده شود، به خصوص دفاعگر این دسته شریف محمد. لحظه های تکراری این حالت پیشنهادی ما و شما میگردد. ضربه بسیار هم سخت از جانب مصور احدی انجام داده شد. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. فوتبالبازان نپال توپ را زده از میدان بیرون کردند. تا کنون توپ در نظارت فوتبالبازان دسته افغانستان است. ارسال دیاگونالی توپ به کنار راست میدان. امید موسوی بازیگزاری بسیار هم خوب. افساید نیست. هجوم دسته افغانستان ادامه می‌یابد. پاسی نه چندان موافق و مناسب و همکنون فوتبالبازان نپال خواستند که با سرعت بلند به خط حمله روند، ولی این چیز برایشان دست نداد. در احاطه 3 نفر دفاعگر منتخب نپال ببینید که چطور خوب بازی کرد، ولی در ادامه نیروسنجی بازیگران افغانستان توانستند که توپ را صاحب شوند. دیگر بار از مرکزی میدان هجوم دسته نپال قطع گردید. اصل هجومی با سرعت فوتبالبازان افغانستان طریق کناری راست میدان جریان میگیرد. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. این حالت برطرف کرده شد و دروازه‌بان نپال کومار لیمبو این حالت را توانست که با مشکلی برطرف کند. دیگر بار هجوم فوتبالبازان افغانستان طریق کناری راست جریان گرفت، ولی ضربه زده مصور احدی بعد رسیش به پای فوتبالبازی نپال از میدان بیرون شد. لحظه های تکراری که چند پیش با اشتراک فوتبالبازان افغانستان سازمان داده شد، پیشنهادی ما و شما گردید. در لحظه قبلی دروازه‌بان دسته نپال کومار لیمبو خیلی خوب هنرنمایی داشت. کومار لیمبو اولین شده از موقع خود بیرون آمد و توانست که آن حالت را برطرف نماید. فوتبالباز یوسف برداشته دسته نپال بازیگری رقمی 6 چرینگ لاما به میدان برگشت. دفاعگری مرکزی این منتخب طوری میبینیم مصیبش جدی نیست و میتواند که رقابت را ادامه بدهد. توفیق اسکندری از کنار چپ میدان و بالاخره بر مقابلش قاعده بازی ویران شد. سیف جان زین‌الدینف از جیب خویش کارت زرد را بیرون کرد. به احتمال زیاد فوتبالبازی منتخب نپال با کارت زرد مجازات میگردد. اینجا دغلانه چرینگ لاما قاعده بازی را بر مقابل حریف ویران کرد و محض با همین سبب بعد از زمین برخستن کارت زرد میگیرد. نخستین کارت زرد در هفته رقابت امروزه حمایتگر مرکزی منتخب نپال چرینگ لاما با برگه زرد مجازات گردید. دیگر بار از وضعیت استانداردی برای فوتبالبازان افغانستان امکانیت خوب به میان می آید. از جانب فوتبالبازان دسته نپال دفاعچه دفاعی نیز سازمان داده شد. در نزد تو باشد نیم حمایتگری منتخب افغانستان توفیق اسکندری قرار دارد و محض او ضربه را اجرا خواهد کرد. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. اینجا سیف جان زین‌الدینف اشاره دارد که باید از سر نو توپ به بازی در آورده شود، چون که قبل از صدای هشتکی او فوتبالبازی افغانستان توپ را به بازی در آورده بود.
дигар бора Тауфи Искандарӣ тӯбро ба бозӣ медарорад. бенатиҷа ин ҳолат ҷамъбаст гардид. тӯбробои футболбозони мунтахаби Непал дар хатти ҳамла. имконияти бисёрам хуб тариқи канори рост. Маниш Дангӣ ирсолиу ба дохили ҷаримагоҳ ва тавре дидем дифогарони Афғонистон ин ҳолатро бартараф намуданд. аксулҳуҷуми хубе бо иштироки бозигарони Непал созмон дода шуд. ба хусус ним ҳимоятгари ин тим Маниш Дангӣ тавонист ки баъди гузариш тӯбро ба дохили ҷаримагоҳи Афғонистон равон кунад, вале дар он ҳолат ягоне аз ҳамдастояш набуданд ки тӯбро соҳиб шуда ҳуҷуми дастаи худро идома бидиҳанд. дигар бора ҳуҷуми футболбозони Непал бенатиҷа анҷом ёфт ва бо суръати баланд футболбозони Афғонистон ба хатти ҳамла мераванд. якбора се бозигари ин тим дар хатти ҳамла қарор дорад. паси на чандон хубе буд аз ҷониби Аҳад Мусаввир. мунтахаби Непал таи чанд соли охир аст ки натиҷаҳои арзандаеро соҳиб намегардад. охирин дастоварди мунтахаби Непал ба соли 2013 рост меояд. инҷо футболбозони Непал ба хатти ҳамла мераванд. ҳамлагари ин даста Ҷунг Карки дар ётаи 3 нафар қарор гирифт ва маҷбур шуд ки ба қафо пас бидиҳад. Тауфи Искандарӣ ба хубӣ натавонист ки ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад. бозигузории бисёрам хуб аз миёни 3 нафар футболбози Непал тавонист ки тӯбро гузаронда баъдан ба ҳамдастааш пас бидиҳад. футболбози шумораи 19 Аюш Ғалан ҳунарнамоии хуб дошт. инҷо футболбози мунтахаби Афғонистон ба қарори баровардаи Саҳёҷон Зайниддинов андаке эътироз баён кард. дифогари ин даста Шариф Муҳаммад ва аз ҷониби довари марказ Шариф Муҳаммад огоҳии шифоҳӣ низ гирифт ва дар ҳолати такрор шудан албатта бо корти зард муҷозот хоҳад шуд. усмон Тошев бо ёвари худ инҷо сари кадом ҳолате бо ҳам машвара доранд. қоидавайронкунӣ аз ҷониби футболбозони мунтахаби Непал. бозигари шумораи 14 Зулфиқор Назарӣ аз пой афтонда шуд. аллакай тӯб майдонро тарк карда буд ва аут таъин мегардад ба нафъи футболбозони мунтахаби Афғонистон. дар маркази майдон аксулҳуҷуми футболбозони мунтахаби Непал қатъ гардид. Тауфи Искандарӣ гузаришро аз 2 нафар зарбаам зада шуд, вале зарбаи задаи Искандарӣ баландтар аз тири дарвоза аз майдон берун шуд. мазарат дар ҳолати қаблӣ Шариф Муҳаммад
دفاعگر منتخب افغانستان بود که ضربه را اجرا کرد. دیگر بار فوتبالبازان منتخب افغانستان به خط حمله میروند. توف اسکندری گزارش از میان دو نفر، ارسال بسیار هم خوب، حالت نابازی نیست ولی این هجوم به نتیجه به پایان رسید. دیگر بار فوتبالبازان افغانستان هجوم خویش را سازمان میدهند. ارسال تو به داخل جریمه و ضربه باید اجرا کرده شود. در این حالت دفاعگران نپال هنرنمایی خوب داشتند. در حالت قبلی دو بازیگر منتخب افغانستان میتوانست که ضربه زند ولی همدیگر فهمی خوب نداشتند. توف اسکندری این اول نتوانست که از میان فوتبالبازان نپال گزارش کند. ارسال دیگر برای توپ به داخل جریمه گاه. احدی مصور توپ را از دست داد و اینجا فوتبالبازان نپال با سرعت بلند میخواهند که به خط حمله روند ولی چیزی به فوتبالبازان این دسته نمیرسد و اکنون مجبور میشوند که به قفا پاس دهند. طریق کنار راست هجوم دسته نپال اینجا جریان گرفت و به نتیجه ختم شد. نیم حمایتگری این منتخب تحت فشار حریف قرار گرفت و مجبور شد که توپ را از دست بدهد. هجوم نوبتی فوتبالبازان افغانستان، احدی مصور پاس نداد و بالاخره فوتبالبازان نپال توپ را از او ربودند. اینجا توپ به دست دفاعگر افغانستان محبوب حنیفی رسید و این حملاتی که چند پیش به میان آمده بود. فوتبالباز شماره 9 بلال آرزویی میتوانست که دروازه حریف را رخنه کند. بازیگر مذکور 35 ساله است و از همه فوتبالبازی کهنسال در هیئت منتخب افغانستان محسوب می شود. بلال آرزو این زمان در تیم تراومه کشور نروژ هنرنمایی میکند. بلال آرزویی دستپرور تیم ارندل کشور نروژ است. محض در همین دسته فعالیت ورزشی خویش را آغاز کرد. بعداً در موسم سالهای 2007-2008 در تیم فردریکستاد نروژ بازی کرد. بعداً در تیم دیگری نروژ اسکر بلال آرزویی هنرنمایی داشت. در موسم سالهای 2013-2014 او به تیم چرچیل برادرز هندوستان رفت. در این تیم 8 بازی انجام داد و بلال آرزویی به زدن یگان گل موفق نگردیده بود و طی چند سال آخر است که بلال آرزویی در دسته های کشور نروژ هنرنمایی میکند. در حد جوانان منتخب افغانستان نیز 5 بازی انجام داده و مؤلف 6 گل نیز گردیده است. در حیات منتخب افغانستان باشد سر از سال 2011 این جانب هنرنمایی میکند. بلال آرزویی فوتبالباز رقم 9 منتخب افغانستان. ارسال بسیار هم بلند انجام داده شد. دروازه‌بان منتخب نپال کومار لیمبو بدون مشکلی توانست که این توپ را صاحب شود و مکنون فوتبالبازان این تیم از خط دفاع کوشش میکنند که هجوم نوبتی خویش را سازمان دهند.
هایده ویران کنیم به قید گرفته شد. اینجا میونی فوتبال بازانی هر دو دسته نیز یک نافهمی نیز به میان آمد. سایجان زین‌الدینف فوتبال بازی دسته نپال منیش دنگی رو به نزد خود دعوت کرد و به او اندک آگاهی شفاهی را نیز داد. توفیق اسکندری دیگر باره به خط حمله شتافت و توپ را از دست داد. در چند حالت نیم حمایتگری منتخب افغانستان می توانست که به همدستای خش پس بدهد ولی این کار را نکرد. در بیشتر موارد توفیق اسکندری قرار می برارد که خودش هجوم ها را به نقطه نهایی رساند. تا انجام قسم یکم رقابت 10 دقیقه دیگر باقی ماند و حساب باشد 0-0 است. میتوان گفت که در نیمه یکم فوتبال بازان افغانستان در قیاس با بازیگران نپال برتری خوب داشتند، هم از لحاظ دورکنی توپ و هم از لحاظ ضربه های مستقیم جانبی دروازه حریف و هم از لحاظ تشکیلی هجوم های خطرناک. دیگر باره بین فوتبال بازان منتخب های نپال و افغانستان نافهمی به میان آمد. لحظه های تکراری این حالت پیشنهاد ما و شما میگردند. فوتبال باز شماره 18 افغانستان امید موسوی با پای خش اندکی به سر بازیگری نپال چرینگ لاما برخورد کرد. بازیگری که چند دقیقه پیش جراحت برداشته بود. منتخب نپال در مرحله انتخابی جام جهان 2026 رقابت انجام داد ولی فوتبال بازان دسته نپال نتوانستند که به مرحله سیوم انتخابی جام جهان 2026 در قاره آسیا را خط بگیرند. در مرحله دوم انتخابی نپال 5 باخت و یک غلبه به قید گرفت. در دور اول نپال از امارات متحده عرب با حساب 4-0 شکست خورد. در دور دوم منتخب فوتبال نپال با تیم بحرین هنرنمایی کرده با حساب 3-0 مغلوب گردید. بعداً در دور سوم از بحرین باز هم، در دور چهارم از یمن، در دور پنجم فوتبال بازان نپال در بازی جوابی از تیم امارات شکست خوردند و یگانه پیروزی منتخب نپال در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در قاره آسیا این غلبه بر مقابل غلبه نه بینندگان عزیز بلکه نتیجه مساوی بر مقابل یمن بود که سنه 11 ایون برگزار شده با حساب 2-2 ختم گردیده بود.
بعد تنفسی اندک دیگر باره رقابت منتخب‌های نپال و افغانستان ادامه می‌یابد. دفاعگر مرکزی منتخب نپال چرینگلاما آسیب برداشت و چند پس یعنی انیخترش بعدی قرار دوور میتواند که به میدان برگردد. دیگر بار فوتبال بازان افغانستان اینجا به خط حمله می روند. در مرکز میدان حبیب الله اسکر توپ رو به خط حمله ارسال نمود. توفیق اسکندری همدیگر فهمی خوب با اشتراک همدستش نداشت و به همین ترتیب توپ میدان رو ترک نمود. فوتبال بازی آسیب برداشته منتخب نپال دیگر بار به میدان برگشت و مثل قبلی با بینی آسیب داشته چرینگلاما میتواند که بازی را ادامه بدهد. در کنار چپ میدان فوتبال بازی شماره 13 منتخب نپال ابیشک لیمبو توپ رو زده از میدان بیرون نمود. هجوم نوبتی منتخب افغانستان ادامه می‌یابد. اما اکنون فوتبال بازان این دسته مجبور شدند که با قفا پاس بدهند. ارسال نه چندان خوب و به همین ترتیب بازیگران نپال توانستند که توپ را صاحب شوند. گزارش از 2 نفر و طور دیدیم قاعده بازی دغلانه ویران گردید. سیاجان زیندینوف این وقت فوتبال بازی منتخب افغانستان را با برگه زرد مجازات کرد و از لحاظ برگه های زرد در هفته رقابت امروزه برابری به قید گرفته شد. ابتدا احدی مصور از پیراهن حریف داشته خواست که حرکتی او را منع کند. اوتساو رای فوتبال بازی نپال رقابت رو ادامه داد و در ادامه بازی فوتبال بازان دیگر افغانستان رفتی حرکتی او را منع نمودند و به خاطر این حالت بازیگر رقم 14 افغانستان ذوالفقار نظری کارت زرد گرفت. منتخب نپال در مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 در قاره آسیا در گروه H با منتخب‌های امارات متحده عرب، بحرین و یمن در یک گروه قرار داشت و نپال از نتیجه 6 بازی مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 تنها یک امتیاز به دست آورد. در گروه H نپالی ها زینه چهارم را صاحب گردیده از حق اشتراک در مرحله سوم مسابقه محروم شدند. دوره در بالا نیز قید کردیم فوتبال بازان نپال از 6 بازی مرحله دوم انتخابی جام جهان 2026 با 5 باخت روبرو گردیده یک نتیجه مساوی را در دوره اخیر بر مقابل یمن به قید گرفتند. دیگر بار قاعده بازی ویران شد. فوتبال بازی رقم 11 منتخب افغانستان توفیق اسکندری بعد یک برخورد اینجا آسیب میگیرد.
در پایان وقت اساسی دیگر باره برای فوتبالبازان افغانستان از وضعیت استانداردی امکانیت به میان می آید. در این حالت بازیگری رقم 13 نپال ابیشک لیمبو قاعده بازی را بر مقابل فوتبال بازی حریف ویران نمود. وضعیت بسیار هم خوب است تا اینکه بازیگران افغانستان با برتری قسمت یکم رقابت را جنبست نمایند. در نزد توپ دفاعگر منتخب افغانستان شریف محمد قرار دارد. صدای که داور نیز بلند گردید. شریف محمد ضربه زده او را میبینیم ولی ضربه زده او از میدان بیرون گردید. ضربه زده شریف محمد بلندتر اجرا کرده شد. و با همین بینندگان عزیز 45 دقیقه قسمی یکم رقابت پشت سر گردید از جانب داوری مرکز هیجان زین‌الدینov 4 دقیقه زم گردید. در قسم یکم حقیقتا هم وقت زیاد تلف یافت چون که در چند حالت فوتبالبازان نپال آسیب برداشتند، بخصوص بازیگری که این زمان در اکران‌های ما و شما قرار دارد چیرینگ لما جراحت برداشته بود و یاری طبی نیز به او رسانیده شد و با همین سبب وقت در نیمه یکم زیاد تلف یافت و جمع هیئت داوران تصمیم گرفتند که به قسم یکم 4 دقیقه اضافه کنند. دو بالکه از میدان بیرون گردید. اینجا آوت است به نفع فوتبالبازان افغانستان. به احتمال زیاد قسم یکم با نتیجه 0-0 جمع بست میگردد چون که هر دو دسته در پایان رقابت بازی هجومکارانه را نشان نداده ایستادند. دیگر بار شاگردان عثمان تاشف به خط حمله می روند. پس این نادرست اینجا انجام داده می شود. از کنار چپ میدان توفیق اسکندری منتظر پاس بود ولی پس انجام داده همدستش از میدان بیرون می رود. داوران کنی به اعتبار گرفته می شود. بلال آرزویی در این حالت با قاید استیزی دست فوتبال بازی رقم 14 نپال انیان 20 را از پای زده افتاند. ارسال توپ به خط حمله فوتبالبازان افغانستان این حالت را برطرف نمودند. ذوالفقار نظری اینجا ارسال توپ به خط حمله بود که توفیق اسکندری نتوانست توپ را صاحب شود. دقیقه آخرین زم نموده داور به وقت اساسی در قسمت یکم جریان دارد. برای تشکیل یک هجوم دیگر در قسمت یکم وقت است. ارسال درودراز توپ به خط حمله توفیق اسکندری بسیار هم خوب توپ را قبول کرد. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه باز هم دفاعگران نپال سد گذاری میکنند. امید موسوی
و سیاف جان زین‌الدین فشار دارد که باید توپ از نزدی دروازه با بازی در آورده شود. حمله‌گر مرکزی منتخب افغانستان امید موسوی در این حالت هنرنمایی خوب داشت ولی پسی انجام داده او به همدستش رفتن نرسید. فکر میکنم بعدی با بازی در آوردن توپ صدای هشتکی داور نیز بلند میگرده، چون که 4 دقیقه زمان نموده داور نیز پشتی سر شد. خوب بینندگان عزیز، قسم اولی رقابت منتخب های نپال و افغانستان پشتی سر شد. در نیمه یکم بازیگران هر دو دسته نتوانستند که به زدن گل موفق شوند. بعدی اندک تنفس برمیگردیم به قسمت دوم این رقابت. شبکه فوتبال را پیگیر باشید. Substitution for Afghanistan. Player number 9, Bilal Razul, replaced by player number 16, Jamshed Ashikzari. بینندگان عزیز، مخلصان و علاقمندان شبکه فوتبال، برمیگردیم به قسم دوم وخوری منتخب های نپال و افغانستان. بعد از انجام قسمت یکم حساب گشوده نشده است و هر دو دسته در قسم اول با وجود وضعیت های خوبی گلزنی نتوانستند که به زدن گل موفق شوند. امکانیت برای فوتبال بازان منتخب نپال و دوره میبینه در آغاز قسم دوم بازیگران این دسته در حساب پیشرفت میشوند. بعد یک اشتباه دقلی دفاعگران منتخب افغانستان، فوتبال بازی دسته نپال که تحت شماره 7 در میدان بازی کرده ایستاده است، جونگ کارکی توانست که به زدن گل موفق شود و بازیگزاری بسیار هم خوب با اشتراک فوتبال بازان نپال بود، ولی دفاعگران افغانستان نتوانستند که این حالت را به خوبی برطرف کنند و جونگ کارکی توانست که از یک اشتباه، از یک حالتی که برای دستش به میان آمد به زدن گل موفق شود. در اینجا فوتبال بازی شماره 4 منتخب افغانستان هارون امیری که همزمان کاپیتان دسته است نتوانست که این حالت را به خوبی برطرف کند و دروازه‌بان منتخب افغانستان نیز اویس عزیزی به خوبی نتوانست که این حالت را برطرف کند و طور دیدید جونگ کارکی بازیگر رقم 7 نپال به زدن گل موفق گردید و فوتبال بازان نپال در حساب پیشرفت می‌گردند. در قسمت یکم فوتبال بازان افغانستان در قیاس با بازیگران نپال امکانیت‌های بیشتری گلزنی داشتند. در چند وضعیت ضربه های مستقیم نیز جانب دروازه نپال روان کرده شد، ولی دروازه‌بان نپال در اکثر حالات توپ رو برمیگرداند و در بعضی موردهای دیگر باشد ضربه زده فوتبال بازان افغانستان اندک خطاتر می رفت. خوب بیایید در آغاز قسم دوم به حیات‌های هر دو دسته توجه میکنیم. خوب معرفی بازیگران را از منتخب نپال شروع خواهیم کرد. دروازه‌بان رقم 16 کیران کومار، دفاعگران این دسته رقم 13 ابیشک لیمبو، رقم 32 روهیت چنت و رقم 6 چیرینگ لیما. بعدا یک نفر دیگر باشد رقم 2 سانیش شریشته است. با حیث نیمه حمایتگران منتخب نپال رقم 23 مانی لیما، رقم 21 منیش دنگی و رقم 19 ایوش غلان بازی میکنند. سگانه خط حمله منتخب نپال رو بازیگری رقم 11 اوتساو رای، رقم 7 جونگ کارکی و رقم 14 انیان 20 تشکیل میدهند. سرمربی منتخب نپال نبین نویپنی است.
ҳайати дастаи афғонистон дарвозабон рақами 1 овайс азизӣ, дифогарони ин даста рақами 3 маҳбуб ҳанифӣ, рақами 4 ҳорун амирӣ, рақами 21 шариф муҳаммад ва рақами 6 аскар ҳабибулло. ним ҳимоятгарони ин даста рақами 11 тауфи искандарӣ, рақами 7 аҳадӣ мусаввир, рақами 8 раҳмат акбарӣ, рақами 14 зулфиқор назарӣ. ҳамлагари мунтахаби афғонистонро бозигари рақами 18 умид мусаввӣ ташкил медиҳад. ба ҳайси сармураббии мунтахаби афғонистон мутахассис аз кишвари ӯзбекистон Усмон Тошев аст. хуб, дар оғози қисми дуюм дар ҳайати афғонистон як тағйирот ба миён омад. футболбози рақами 9 Билол Орзуӣ аз майдон гирифта шуд ва ба ҷои ӯ футболбози шумораи 16 Ҷамшед Осиқзоӣ ба майдон омада буд. хуб, рақобати мазкурро гурӯҳи доварон аз Тоҷикистон ҳакамӣ мекунанд. ба ҳайси довари марказ Саёҷон Зайниддинов аст, ба ӯ аз канорҳо Хусрави Сидиқзод ва Фарҳод Куралов кӯмак мекунанд. ба ҳайси довари чаҳорум бошад Абдулло Давлатов таъин гардидааст. дар ҳолате ки чанде пеш дар дохили ҷаримагоҳи мунтахаби Непал ба миён омада буд, футболбози рақами 19 Аюш Ғалан андаке осеб бардошт ва тавре мебинем ба ӯ ёрии аввалияи тиббӣ низ расонида мешавад. футболбозони Непал қисмати дуюмро бисёрам хуб шурӯъ карданд. аниқтараш аз як иштибоҳ бозигарони ин даста тавонистанд ки ҳисобро боз намоянд. ин ҳам ҳолате ки чанде пеш дар дохили ҷаримагоҳи Непал ба вуҷуд омада буд. ҳангоми мубориза барои ба даст овардани тӯб дифогари дастаи Непал андаке аз камари хеш осеб гирифт. давре мебинем футболбози Непал аз майдон бархест. Абишек Лимбу ва ҳамакнун тибқи қоидаи ферплей бояд Абишек Лимбу баъди қарори довар баъдан ба майдон бармегардад. дигар бора футболбозони Непал инҷо ба хатти ҳамла рафтанд, вале дар ҳолати қаблӣ футболбози рақами 14 Непал Аниян Биста қоидаи бозиро вайрон кард. бубинед дар ҳамин маврид Аниян Биста барқастона ба пӯи ҳариф зада ӯро аз пой афтонд. баъди танаффус футболбозони Непал фишорро пайваста зиёд мекунанд. ба монанди қисмати якум мунтахаби Афғонистон дар нимаи дуюм низ ба ҳайси дастаи якум дар майдон бозӣ карда истодааст. имконият барои футболбозони мунтахаби Афғонистон бояд зарба зада шавад. инҷо Тауфи Искандарӣ аз канори чап тӯбро соҳиб гардид, вале хост ки ба таври инфиродӣ ҳуҷуми дастаашро идома бидиҳад, вале Тауфи Искандарӣ тавре дар ҳолати қаблӣ дидед муваффақ гардида натавонист. аз ҷониби Раҳмат Акбарӣ ним ҳимоятгари мунтахаби Афғонистон паси бисёрам хуб анҷом дода шуда буд дар лаҳзае ки чанде пеш ба миён омада буд. дар идомаи нерӯсанҷӣ футболбозони Афғонистон ҳатман ва ҳатман кӯшиш мекунанд ки натиҷаро мусовӣ кунанд. ҳуҷуми навбати ин даста шурӯъ мегардад. Раҳмат Акбарӣ ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ. ин зарба буд ё ин ки пас, вале хатарнок буд. инҷо Раҳмат Акбарӣ бо пои рост зарба зад, вале зарбаи задаи ӯ аз майдон берун шуд.
ҳуҷуми навбатии футболбозони непал бенатиҷа ҷанбаст гардид. инҷо бозигарони афғонистон бо пасҳои кӯтоҳ аз фишори ҳариф баромада ҳуҷуми навбатии хешро созмон медиҳанд. аз маркази майдон ҳуҷуми навбатии шогирдони усмон тошев оғоз гардид. раҳмат акбарӣ дар охирин лаҳза баъди расиши тӯб ба пӯи ӯ аз майдон берун гардид. дар варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе мухлисони зиёди мунтахаби афғонистонро дидан мумкин аст ва садои дастгирии ҳаводорони ин мунтахаб албатта ба гӯши мо низ мерасад. аз канори рости майдон ҳуҷуми мунтахаби афғонистонро мебинем. раҳмат акбарӣ инҷо натавонист ки тӯбро дар майдон нигоҳ дорад. то охирин лаҳза раҳмат акбарӣ барои дар майдон нигоҳ доштани тӯб талош кард, вале ним ҳимоятгари дастаи афғонистон муваффақ гардида натавонист. аллакай дар оғози қисми дуюм аз ҳайати мунтахаби афғонистон як тағйирот анҷом дода шуд. футболбози рақами 16 ҷамшед осиқзоӣ ба майдон ворид гардид. ҷамшед ним ҳимоятгар аст, вале дар хатти ҳамла низ ӯ бозӣ мекунад. имконияти навбатӣ барои футболбозони афғонистон инҷо ба миён омад, вале зарбаи задаи тауфи искандарӣ аз майдон берун рафт. аниқтараш бенатиҷа ин ҳуҷум хотима ёфт. футболбозе ки дар қисми дуюм дар ҳайати дастаи афғонистон ба майдон ворид шуд, ҷамшед осиқзой 27 сол аст ва дар тими лунци кишвари Шветсия ҳунарнамоӣ мекунад. 27 сол аст, ба ҳайси ним ҳимоятгар дар майдон ҳунарнамоӣ мекунад. дар қисмати дуюм аввалин зарбаи кунҷӣ ба қайд гирифта мешавад. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ зарба ҳам зада шуд ва инҷо футболбозони непал тавонистанд ки ин ҳолатро бартараф кунанд. ҳуҷуми хуберо футболбозони афғонистон ташкил намуданд. дигар бора аз зарбаи кунҷӣ аҳадӣ мусаввир тӯбро бояд ба бозӣ дарорад, вале саёҷон зайниддинов ба хотири нофаҳмии футболбозон дар дохили ҷаримагоҳ садаи уштаки хешро баланд кард. раҳмат акбарӣ ирсоли ӯ ба дохили ҷаримагоҳ, ягоне аз ҳамдастояш натавонистанд ки ҷониби дарвозаи непал зарба иҷро кунанд. дар қисми дуюм ҳунарнамои футболбозони непал андаке тағйир ёфт, яъне бозигарони ин тим андаке фаъол гардиданд. аксари ҳуҷумҳои мунтахаби афғонистон тариқи канори рост сурат мегирад. ирсоли тӯб ба дохили ҷаримагоҳ буд ки бенатиҷа ҷанбаст шуд ва дигар бора аз зарбаи кунҷӣ барои футболбозони афғонистон имконият ба миён меояд. боз ҳам дар назди тӯб аҳадӣ музаффар ним ҳимоятгари мунтахаби афғонистон қарор дорад.
ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه امکانیت برای فوتبال بازان افغانستان. ضربه بسیار هم سخت، ولی ضربه زده توف اسکندری باز هم خطا می رود. در قسم یکم بازیگر مذکور چند حالت خوبی گلزنی داشت، ولی از امکاناتش توف اسکندری به خوبی استفاده کرده نمی توانست و در قسمت دوم نیز توف اسکندری محض با همین مشکلی روبرو شده است. حالت نوبازی به اعتبار گرفته می شود. این دومین مراتب است که در هفته رقابت امروزه فوتبال بازان افغانستان در حالت نوبازی یا خود همون آفساید قرار می گیرند. این نوبت نیم حمایتگری منتخب افغانستان احدی مصور در حالت نوبازی قرار داشت. هجوم فوتبال بازان دسته نپال توسط کنار چپ جریان میگیرد. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. این هجوم به نتیجه جنبست گردید. با سرعت بلند فوتبال بازان افغانستان به خط حمله می روند و در این حالت احدی مصور توانست که توپ را صاحب شود. به خط حمله پاس انجام داده شد، ولی یگانه از بازیگران منتخب افغانستان در خط حمله قرار نداشتند. اینجا یک بازیگری دسته نپال آسیب برداشته است. در همین حالت فوتبال بازی رقم 32 دفاعگر دسته نپال چند روهیت اندک از قفس سینه خیش جراحت برداشت. ارسال توپ با داخل جریمه‌گاه از جانب احدی مظفر. ضربه هم زده شد از جانب رحمت اکبری. از هر کنج و کنار فوتبال بازان افغانستان دروازه نپال را نشان میگیرند. بعد فشارهای زیاد بالاخره شاگردان نبی نویپنیه توانستند که توپ را صاحب شوند. قبل از شروع رقابت سرمربی منتخب افغانستان عثمان توشف اشاره کرد که البته رقابت امروزه برای ما مشکل هم خواهد بود، چون که دسته بعد تنفس زیاد دیگر بار جمع شد و البته در رقابت امروزه هم دیگر فهمی بازیگران حتما اندکی به ما مانع ایجاد خواهد کرد. بعد یعنی قریب 5 ماه دیگر باره منتخب فوتبال افغانستان رقابت‌های خود را انجام می‌دهد. دوره در آغاز گزارش نیز قید کردیم. بار آخر منتخب افغانستان سنه 11 ایون در بازی آخرین مرحله دوم مرحله سوم انتخابی جام جهان 2026 بر مقابل کویت بازی کرده بود و سر از ماه ایون این جانب تا کنون منتخب افغانستان یگان بازی انجام نداده است و در دهه دوم ماه نوامبر شاگردان عثمان توشف 2 بازی دوستانه بر مقابل نپال و تاجیکستان انجام خواهند داد و البته بازی اولی دوستانه بر مقابل نپال جریان دارد که بعد گزارش 63 دقیقه حساب 1-0 به فایده دسته نپال است. بازی دوم دوستانه فوتبال بازان افغانستان سنه 19 نوامبر بر مقابل تاجیکستان برگزار می گردد که آن رقابت نیز محض در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار خواهد شد.
در مرکز میدان مبارزه برای به دست آوردن توپ ادامه دارد. دفاعگر دسته افغانستان نتوانست که توپ را در میدان نگاه دارد. دفاعگر مرکزی بازیگر شماره 6 اسکر حبیب الله پایغش نیز انجام داد ولی بی نتیجه بود. هجوم نوبتی اینجا فوتبال بازان نپال قطع گردید. جونگ کارکی مؤلف گل دسته نپال اندک بقای دستیزی نیز دست زد. در عموم در رقابت امروزه فوتبال بازان نپال نه چندان امکانات خوبی گلزنی داشتند، ولی در قسم دوم سعی‌ترش در دقیقه 46 جونگ کارکی از اشتباه دفاعگران افغانستان استفاده کرده توانست که دستش را در حساب پیشرفت کند. اسکر حبیب الله توپ را از دست داد. پس نادرست از جانب دروازه‌بان دسته نپال. ضربه از مسافه دور ولی این ضربه خطا می رود. احدی مصور فوتبالباز رقم 7 دسته افغانستان بود که از مسافه دور دروازه نپال را نشان گرفت. میتوانست که احدی مصور اینجا پاس بدهد ولی او تصمیم گرفت که هجومی دستش را به نقطه نهایی خودش رساند. منتخب نپال در قاره آسیا یک از تیم‌های ضعیف اعتراف می‌گردد. نپالی‌ها طی چند سال اخیر در قاره آسیا یگان نتیجه نظررس را صاحب نگردیدند. دسته نپال سر از سال 1930 این جانب در رقابت مرحله انتخابی جام جهان اشتراک میکند ولی بعد ان قریب یک عصر تا کنون دسته نپال در جام جهان اشتراک نکرده است. حتی نتیجه های دسته نپال در جام آسیا نیز قناعت بخش کننده نیستند. آخرین مراتبه دسته نپال در مرحله انتخابی جام آسیا سال 1956 اشتراک کرده بود و سر از سال 1956 این جانب دسته نپال به مرحله اساسی چمپیونات آسیا راه یافتن نمیتواند. منتخب افغانستان نیست سالیان زیاد است که در مرحله نهایی جام آسیا شرکت ندارد. احدی مصور ارسالی او به داخل جریمه‌گاه. همکنون شریف محمد توپ را صاحب شد. هجوم دسته افغانستان را اینجا توجه میکنیم. اینجا توپ از میدان بیرون شد و فوتبال بازان نپال از اوت توپ رو با بازی می‌دارند. نتیجه از همه خوبی منتخب افغانستان در تاریخ موجودیت خویش این به دست آوردن زینه چهارم در جام دعوتی کنفدراسیون فوتبال آسیا محسوب می شود. بین فوتبال بازان دسته نپال و افغانستان یک مناقشه هم سر زد. بازیگر رقم 23 دسته نپال منی لما
با کارت زرد مجازات شد و با خوبی نیز اشتباه خود را منیلما درک کرد. فوتبال بازی نپال به خاطر این عملش در برابر کارت زرد گرفتن از فوتبال بازی حریف معذرت نیز پرسید. در این حالت منیلما پای حریف را زیر کرد و احتمالی رسانیدن آسیب جدی نیز به حریف بود. احدی مصور ضربه نچندان خوب را اجرا کرد. جمعی دسته افغانستان را میبینیم، امکانیت برای بازیگران این دسته، ولی ضربه زده محبوب حنیفی به دروازه‌بان حریف خلل ایجاد کرده نتوانست. تو از میدان بیرون شد و اینجا به نقطه اجرایش ضربه کنجی اشاره می‌گردد. در قسم دوم الکه مراتبه چهارم یا که پنجم است که فوتبال بازان افغانستان از ضربه کنجی توپ رو با بازی می‌دارند. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. فوتبال بازان نپال این حالت را برطرف کردند. قاعده بازی ویران نشده است. عکس الهجوم با صورت دسته نپال اینجا قطع گردید. نیم حمایتگری دسته افغانستان با یک پایغچ توانست که توپ رو به نظارتی دسته‌اش برگرداند. از جانب سرمربی منتخب افغانستان عثمان تاشف بیست و 22 بازیگر برای انجام بازی‌های دوستانه به دوشنبه آورده شدند. جام نوبتی دسته افغانستان رو می‌بینیم و اینجا توپ از میدان بیرون شد. حمله‌گر مرکزی منتخب افغانستان امید موسوی به طور انفرادی کوشش کرد که هجومی دسته‌اش را ادامه بدهد ولی موفق نشد. تغییرات نوبتی در هیئت این دسته به میان میآید. فوتبال بازی رقم 3 محبوب حنیفی میدان را ترک نمود و با جای او باشد بازیگر رقم 2 سیارت سعادت به میدان وارد شد. با جای دفاعگر وارد میدان گردید. محبوب حنیفی بازیگری که از میدان گرفته شد. فوتبال بازی 27 ساله است و در تیم اتک انرژی افغانستان بازی میکنه. تا انجام وقت اساسی بازی منتخب های نپال و افغانستان کمتر از 20 دقیقه باقی میماند و حساب 1-0 به فایده منتخب نپال است. در دقیقه 46 قسم دوم جونگ کارکی از هیئت دسته نپال به زدن گل موفق گردید و محض با شرافت یگانه گل زده جونگ کارکی دسته نپال در حساب پیشرفت است. یکی از مشکل‌های اساسی دسته افغانستان در رقابت امروزه این نبودن حمله‌گری با اراده در خط حمله است. از جانب فوتبال بازان افغانستان به خصوص حمله‌گران این تیم یگان بازیگری نیست که در خط حمله هنرنمایی تیمش را دیگرگون کند. این زمان اگر ما به هیئت احتیاطی منتخب افغانستان توجه کنیم پس در آنجا یک حمله‌گر را دیدن ممکن است که فوتبال باز رقم 16 جمشید اوسیقزای بود که الکی به میدان آمد و یک بازیگر دیگر تحت رقم 13 مشتاق احمدی. مشتاق احمدی نیز به حیث حمله‌گر است ولی در اکثر موارد او در خط نیم حمایه به میدان میبراید.
باز هم حالت نوبازی به قید گرفته شد. الکی فوتبال بازان افغانستان در رقابت امروزه بار سوم است که در حالت افساید قرار میگیرند. اینجا هنگام توپ ارسال توپ به خط حمله فوتبال بازی رقمی 18 امید موسوی اندکی از فوتبال بازی نپال پیشتر موقع گرفته بود. در ادامه نیروسنجی بازیگران نپال کوشش میکنند که بسیارتر وقت کشی نموده رقابت مذکور رو با برتری خویش انجام بدهند. احدی مصور بسیار هم خوب بازی کرد. نیم حمایتگر منتخب افغانستان همکنون پاس میدهد به کناری راست. ارسال محمد به داخل جریمه بود. توبروایی بسیار هم خوب. بعدا احدی مصور با پشت پای پاس داد ولی این پاسی انجام دادش به همدستش رفته نرسید. قاعده بازی دغلانه ویران شد و اینجا فوتبال بازی شماره 11 نپال اوتساورای کارت زرد میگیرد. در هفته رقابت امروزه سه بازیگری دسته نپال با برگه زرد مجازات گردید. قبل از اوتساورای فوتبال بازی رقمی 6 چیرینگا لیما و بازیگری رقمی 13 ابیشک لیمبو کارت زرد گرفته بودند. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه. باز هم دفاعگران دسته نپال توپ را زده از داخل جریمه‌گاه خویش بیرون میکنند. توفیق اسکندری حملهگر دسته افغانستان تو به خط دفاع فرامد و مکنون هجومی دستش را سازمان خواهد داد. اینجا یک فوتبال بازی دسته نپال در زمین خوابیده است ولی داور مرکز باشد اشاره میکند که باید بازی ادامه یابد. توسط کنار چپ فوتبال بازان نپال به خط حمله میروند. ارسال توپ به داخل جریمه‌گاه و اینجا حتی ضربه هم زده شد. طیب جان زین‌الدینف به نقطه اجرایشی ضربه کنجی اشاره میکند. این هم حالتی که چند پیش با اشتراک بازیگران دسته نپال سازمان داده شد. بازیگری رقمی 19 ایوش غلان با پای چپ ضربه زد ولی ضربه زده او بعد رسیش به پای دفاعگری افغانستان از میدان بیرون گردید. اولین ضربه کنجی فوتبال بازان دسته نپال در قسمت دوم میدانداری است. صدای هشتکی داور نیز بلند گردید. منیش دنگی توپ را به داخل جریمه‌گاه ارسال کرد. امکانیت نوبتی و همین طور حساب 2-0 میگردد. فوتبال بازان دسته نپال از وضعیت نوبتی توانستند که مراتبه دوم دروازه منتخب افغانستان را رخنه کنند. مؤلف گل فوتبال بازی شماره 32 روهیت چند گردید. بازیگری مذکور کاملا موقع خالی را صاحب گردیده بود. با پای چپ ضربه زد و طور دیدیم ضربه زده بازیگری نپال به گل انجام یافت. لحظه های تکراری گل زده دسته نپال پیشنهاد ما و شما میگردد. ابتدا امیری هارون هجوم دسته حریف را برگرداند. در لحظه قبلی
فوتبالبازی دسته نپال روهیت چند توپ رو صاحب شده با پای چپ توانست که توپ رو وردی دروازه اویس عزیزی کند. Ladies and gentlemen, the official attendance for this match, 1,225. Thank you for your attendance. همکنون فوتبالبازان نپال با برتری 2 توپ در رقابت امروزه در حساب پیشرفت می‌گردند. ادامه نیروسنجی برای بازیگران افغانستان باز هم مشکل خواهد شد. با پشت پای پس داد بازیگری دسته افغانستان تا انجام وقتی اساسی کمتر از 11 دقیقه باقی میماند. در هفته رقابت امروزه فوتبالبازان نپال وضعیت‌های خوب رو سازمان میدادند، ولی از انهمان امکانات‌های کمشمال بازیگران این دسته به طور باید و شاید استفاده میکنند. قاعده بازی ویران شد. اینجا بازیگری دسته نپال فوتبال بازی رقم 14 انیان 20 هنگامی مبارزه برای به دست آوردن توپ اندک قاعده بازی رو بر مقابل حریف ویران کرد. در مرکز میدان هجوم نوبتی فوتبال بازی نپال شروع گردید. ارسال توپ به خط حمله. دروازه‌بان این دسته افغانستان اویس عزیزی توپ رو صاحب گردید. باز هم هجومی شاگردان عثمان تاشف در میدان به نتیجه خاتمه می‌یابد. هجوم فوتبال بازان این دسته افغانستان اینجا قطع گردید. دیگر بار بازیگران نپال به خطی حمله می روند. تاکنون در حد دسته نپال یگان تغییرات انجام داده نشده است. همدیگر فهمی خوبه با اشتراک بازیگران افغانستان دیده نشد. انخترشان جا اندکی پسی نادرست روان گردید. در دقیقه 46 و 78 دو گل دسته نپال در رقابت امروزه به قید گرفته شدند. گل یکمی دسته را بازیگری رقم 7 جونگ کارکی به هدف رسانید و گل دومی نپال را باشد فوتبال بازی رقم 32 روهیت چند به نامش ثبت کرد. در رقابت بر مقابل تاجیکستان فوتبال بازان نپال امکانات گلزنی قریب که نداشتند. اینجا در کنار چپ میدان بازیگری دسته نپال نتوانست که توپ رو صاحب گردد. انیان 20 یکی از حملگرانی است که در دسته نپال پیوسته از دقیقه های اول به میدان میبرد. دهه آخرین وقت اساسی رقابت دسته نپال و افغانستان جریان دارد. توفیق اسکندری
از 2 نفر گذشت. ارسال توپ به خط حمله. اینجا با فوتبال بازان دسته نپال امکانات داده نشد که هجوم خود را ادامه بدهند. ارسال دور و درازی توپ به خط حمله بود که به نتیجه جانباز شد. تا انجام وقت اساسی 5 دقیقه دیگر باقی ماند. اولی از جانب فوتبال بازان افغانستان ما یگان حرکت های گلزنی رو شاهد نمیگردیم. همدیگر فهمی خوبه با اشتراک بازیگران این دسته دیده نمی شود. شاید سبب این همه نوفهمی ها در آن باشد که دسته وقت زیاد بود که جمعیت های تعلیمی و تمرینی رو براه نمانده بود. اولین تغییرات در هیئت دسته افغانستان انجام داده می شوند. فوتبال بازی شماره 21 شریف محمد از میدان گرفته شد. با جای فوتبال بازی رقمی 13 مشتاق احمدی به میدان وارد گردید. بعدا فوتبال بازی رقمی 20 حسین زمانی به میدان آمد و فوتبال بازی رقمی 7 باشد احدی مصور میدان را ترک نمود. دو تغییراتی که در هیئت دسته افغانستان انجام داده شدند. 2 نیم حمایتگر، یکی مشتاق احمدی و دیگری حسین زمانی از هیئت احتیاطی منتخب افغانستان به میدان وارد شدند. ارسال توپ به داخل جریمه گاه بود که به نتیجه جانباز شد. یک در هم بر همی بود که به یگان نتیجه خاتمه یافت. توفیق اسکندری حملهگر مرکزی منتخب افغانستان در لحظه قبلی اندکی خطرناک بازی کرد. اینجا بین بازیگران هر دو دسته یک تنش‌های لفظی نیز به میان آمد. به خصوص فوتبال بازی رقمی 11 افغانستان توفیق اسکندری با فوتبال بازی رقمی 17 نپال برات کواس. دقیقه های به شمار باقی میماند تا انجام وقت اساسی این رقابت. حساب باشد 2-0 است و نپال در حساب پیشرفت. در مرکز میدان هجوم دسته افغانستان اینجا ادامه می‌یابد. بازیگزاری بسیار هم خوب، قاعده بازی ویران نشده است. اینجا باید سری وقت پاس انجام داده میشد ولی فوتبال بازی افغانستان این کار رو انجام نداد. بازیگر رقم 20 حسین زمانی به طور انفرادی مبارزه برد و طور دیدت بازیگر مذکور موفق گردیده نتوانست. هر دو گل دسته نپال در رقابت امروزه از عکس الهجوم ها به ثمر رسانیده شد. امکانیت برای فوتبال بازان دسته افغانستان و دروازه‌بان نپال سیف انجام می‌دهد. کومار لیمبو توانست که ضربه زده فوتبال بازی افغانستان رو برگرداند. بیایید به لحظه های تکراری اینجا توجه میکنیم.
کاپیتان منتخب افغانستان، فوتبالباز رقم 4 هارون امیری. ضربه مستقیم داشت جانب دروازه حریف، ولی این ضربه به گل انجام نیافت. مهارت انفرادی دروازه‌بان نپال باعث بر آن گردید که توپ وارد دروازه نشود. در آخرهای وقت اساسی فوتبالبازان افغانستان تلاش را پیوسته بیشتر میکنند. حساب 2-0 است. امکانات نوبتی برای بازیگران افغانستان. اینجا دروازه‌بان نپال اولین شده از موقع خود بیرون آمد و این حالت را برطرف نمود. هارون امیری در این لحظه انده که به قاعده ویرانکنی نیز دست داده بود. دیگر باره فوتبالبازان افغانستان توپ را صاحب میشوند. بازیگری شماره 16 جمشید اسقزای توپ را به دستش برگرداند. توفیق اسکندری هجوم نوبتی دست افغانستان را اینجا توجه میکنیم. در داخل جریمه گاه اینجا ضربه زده فوتبالبازی شماره 13 مشتاق احمدی به هم دستش رفته نرسید. 90 دقیقه وقت اساسی نیست. پشت سر شد و داور مرکز 5 دقیقه زم کرد. هارون امیری پس انجام داده او به هم دستش رفته رسید. اینجا میتوانست امکانات خوبه برای فوتبالبازان افغانستان به میان آید، ولی مشتاق احمدی سر وقت توپ رو صاحب شده نتوانست. فوتبالبازی که چند پیش از کرسی احتیاطی به میدان آمده بود. ارسال توپ به داخل جریمه گاه و دروازه‌بان دست نپال کومار لیمبو اولین شده توپ رو صاحب شد. در حیات دسته افغانستان یکچند نامزدهای دیگر نیز هستند که می توانند در ادامه رقابت به میدان آیند. امکانات نوبتی برای فوتبالبازان دسته افغانستان. ضربه هم باید زده شود، ولی اینجا ضربه زده مشتاق احمدی از پهلوی دروازه میدان رو ترک نمود. چطور امکانات خوب داشت مشتاق احمدی. تغییرات نوبتی در حیات دسته نپال انجام داده می شود. مؤلفی گلی این تیم در رفت رقابت امروزه بازیگری رقم 7 جونگ کارکی میدان رو ترک می کند. با پای اوسه برداشته جونگ کارکی از میدان گرفته می شود و با جای او باشد بازیگری رقم 28 نیرایان دامی به میدان وارد می گردد. گل اولی دست نپال را در رقابت امروزه بازیگری رقم 7 جونگ کارکی به هدف رسانده بود. در دقیقه 46 از اشتباهی دفاعگران دست افغانستان او توانست که توپ را وارد دروازه کند. در عموم در رقابت امروزه فوتبالبازان دسته نپال امکانات‌های کم داشتند.
ولی از همون دو وضعیت خوب توانستند که بازیگران این تیم 2 گل را تسلیمی طوری حریف کنند. یک گل را جونگ کارکی به هدف رساند و گلی دیگر این دسته را بازیگر رقمی 32 روهیت چنج به هدف رسانید. بار دیگر بینندگان عزیز یادآور میشویم که بازی نوبتی دوستانه منتخب افغانستان سال 19 نوامبر بر مقابل تیم ملی تاجیکستان برگزار می شود. آن وخوری نیز در ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه برگزار شده. ساعت 18 به وقت محلی شروع می گردد. باری آخر منتخب نپال یک سال زیادتر به غلبه موفق گردیده بود. 17 اکتبر سال 2003 در مرحله اولی انتخابی جام جهان 2026 دسته نپال با حساب 1-0 تیم لاوس را شکست داده بود و اکنون با گذاری زیاده از یک سال دیگر باره نپال می تواند که به پیروزی دست یابد. البته این غلبه در دایره یک بازی دوستانه صورت خواهد گرفت. خوب، تغییرات نوبتی در حتی این دسته انجام داده می شوند. فوتبال بازی شماره 21 منیش دنگی میدان را ترک می کند و به جای او فوتبال بازی رقمی 10 آشیش رای به میدان وارد گردید. همزمان یک فوتبال بازی دیگر از میدان گرفته شد. فوتبال بازی رقمی 19 ایوش گلان و به جای او باشد فوتبال بازی رقمی 15 ابیشک اووی به میدان وارد گردید. 5 دقیقه زمان نموده داور مرکز نیز انجام یافت. فکر میکنم که برای تشکیل یک هجوم دیگر سیاح جان زین‌الدینوف اجازه میدهد. اینجا به خاطر همون تغییراتی که انجام داده شد 1 دقیقه دیگر به وقت اساسی اضافه می‌گردد. فوتبال بازی شماره 13 دسته نپال ابیشک لیمبو میدان رو ترک می‌کند و در ثانیه‌های بعدی به جای این بازیگر فوتبال بازی رقمی 5 رندیپ پاودیال بازی را ادامه می‌دهد. در آخرهای این رقابت سرمربی دسته نپال نبین نویپنیه 3 تغییرات انجام داد. باز هم اوت است و فوتبال بازی دسته نپال دیگر باره از اوت توپ رو با بازی می درآورند. الکی از وقتی تعیین گردیده داور 2 دقیقه زیادتر پشت سر گردید. فوتبال بازی دسته افغانستان برای زدن گل شرمشکن در رقابت امروزه تلاش خیش را ادامه می‌دهند. توف اسکندری ارسالی او به داخل جریمه گاه و به نتیجه جنبست می‌گردد. فوتبال بازان دسته نپال منتظر صدای هشتک داور هستند و فکر میکنم که بعد با بازی در آوردن توپ سیاح جان زین‌الدینوف صدای هشتک خیش را بلند میکند. نه، داور مرکز اشاره دارد که باید بازی ادامه یابد. به خاطر همون تغییراتی که انجام داده شدند که وقت نیز تلف یافته بود. در مرکز میدان جمشید آسیقزای ارسالی او به خط حمله علی پسی انجام داده جمشید
به همدستش رفته نرسید. الکی دقیقه 99 شروع می‌گردد و حساب باشد 2-0 است. تا کنون رقابت دسته‌های نپال و افغانستان ادامه می‌یابد. امکانات نوبتی برای بازیگران نپال میتوانست که به میان آید، ولی این هجوم به نتیجه جنبست شد. به همین دوستان عزیز، صدای هشتک داور مرکز سیاجون زین‌الدینов از انجام وخوری دوستان منتخب‌های نپال و افغانستان درک می‌دهد. در این بازی فوتبال بازی نپال با حساب 2-0 به غلبه دست یافتند. یادآور می‌شویم که گل‌های غلبه‌آور دسته نپال را در این رقابت فوتبال بازی رقم 32 رویت چنج و بازیگری رقم 7 جونگ کارکی به هدف رسانیدند. دسته نپال بعد زیاده از یک سال دیگر باره توانست که باش پیروزی دست یابد و منتخب افغانستان باشد. بعد 5 ماه باز هم با شکست روبرو شد. اکنون روز 19 نوامبر فوتبال بازان افغانستان در بازی دویمی دوستانه بر مقابل تیم ملی تاجیکستان هنرنمایی خواهند کرد. اینجا گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی جمهوری شهر دوشنبه به انجام رسید. طول این دقیقه ها در نزد میکروفون بودم. شورای دولت خطیب زاده با جمع همکاران تکنیکی تحت رهبری کارگردان فیروز بختی بیکوف. پیگیری شبکه فوتبال باشید. خیر، تنسیت و خانه آباد باشید.